دعای نوزاد میدونی چیه؟ اگر نوزادی بچه کوچکی دیدید، حالا مال خودت مال دیگری، این دعا رو براش بخون. اعیذک بکلمات الله التامه من کل شیطان و هامه و من کل عین لامه. میگه خدایا این فرزند رو در پناه تو قرار میدم، در پناه کلمات تام و کامل تو قرار میدهم، از شر هر شیطان انس و جنی و هامه، از شر هر حشره‌ای که موذیست، حشرات، و من کل عین لامه، و از هر چشم حسودی که این بچه رو ببینه ملامت بکنه، هر چشم ملامت کننده‌ای. همه چیز در بر گرفت، هم شیطان هم حشرات موذی. لایکی